امروز میخوام به یه سوال خیلی مهم و جدی جواب بدم. سوالی که مطمئنم مال شما هم هست. اینکه چه تکنیک جذبی وجود داره که سریعتر از همه جواب بده؟ وقتی این سوالم رو میپرسین یه چیزی توی ذهنم میچرخه. اینکه من اینجا به شماها جادو جنبل یاد نمیدم. تا حالا هم یاد ندادم. اما توی این ویدیو میخوام سریعترین، قویترین و عمیق‌ترین تکنیکی که میتونه توی کوتاه‌ترین زمان ممکن فرمول ذهنی شما رو تغییر بده رو بهتون یاد بدم. هر چیزی که تا الان من برای شماها توضیح دادم یک پایه دقیق علمی توش بوده و منطقی تا شما هم دقیقاً درک کنید که این تکنیک ها چطوری عمل میکنه. اگر میخوای فکرت نسبت به قانون جذب تغییر کنه و ذهنت کلاً کنفکون بشه، این ویدیو دقیقاً مال توه. میخوام ویدیو رو با یه سوال شروع کنم. اگر این اولین باره که داری این ویدیو رو نگاه میکنی، همینجا ویدیو رو پاز کن و برو توی کامنت ها جواب سوال رو بنویس و برگرد. چرا؟ چون این کار کمکتون میکنه تا باگ ذهنی خودتون رو پیدا کنید. سوال اینه: تا حالا شده به این فکر کنی که چرا بعضی از خواسته هاتون با اینکه شما مرتب بهشون فکر میکنید، براشون جملات تأکیدی میگین و براشون حتی توی ذهنتون تصویر سازی میکنید و حس خوبی هم بهش داری، اما باز هنوز اتفاق نیفتاده و نمیفته؟ حالا که جواب نوشتی، بریم سراغ اصل مطلب. ببین عزیزم، موضوع این نیستش که قانون جذب کار نمیکنه. اتفاقا قانون جذب بلا فاصله بعد از اینکه شما یه تضاد یا کنتراست رو توی زندگیتون حس میکنید، ببینید، تجربه میکنید، شروع میکنه به کار کردن. اگر تو هم گفته های استر هیکس رو گوش داده باشی، طبق همون گفته ها و همون کانسپت ورتکس دقیقا همین اتفاق میفته. یعنی همون لحظه خواسته شما در خط تجربه جهان قرار میگیره. اما مشکل اینجاست، قانون جذب از جایی شروع به کار کردن میکنه که تو اصلا حواست بهش نیست. تو داری روی خواستن یه چیز تمرکز میکنی، اما قانون جذب داره به آینده‌ای که ناخودآگاه تو از قبل برات ساخته واکنش میده. قانون جذب فقط به افکار آگاهانه الان تو جواب نمیده، واکنش نمیده. به پیشفرض ذهن تو از آینده جواب میده و پاسخ میده. اگر پیشفرض ذهن تو این باشه که آخرش نمیشه، مسیرش سخت و طولانیه، خیلی طول میکشه، یا فلان مانع بزرگ سر راه هم قرار داره، تو هر چقدر هم بلند بگی و فریاد بزنی که من ثروت یا رابطه خوب و جذب میکنم، قانون جذب به اون آینده ذخیره شده و پر از تأخیر پاسخ میده، نه به جمله های تأکیدی الانت. ذهن تو همیشه از آینده است که فرمان میگیره، نه از حالا. وقتی آینده توی ناخودآگاه تو مبهم، دور، دست نیافتنی، سخت، طولانی یا پر از مانع باشه، ارتعاش تو روی نرسیدن تنظیم میشه. ببین دوست من، تکنیک‌های معمولی مثل جملات تأکیدی یا تصویرسازی اصلا بد نیستن. من خودم بارها توی ویدیوهام این تکنیک‌ها رو به شما یاد دادم. اما اینها پله‌های اولیه و اصول کار هستن. مثل پله‌های اول، دوم، سوم. اما یهو می‌بینی پله چهارم، پنجم، ششم نیستن یا پرت شدی رو پله هفتم. حالا من مخاطب بمونم که این وسط رو چجوری پر کنم؟ مشکل اینجاست که ذهن برای مسیر و زمان وقوع خواسته پاسخی نداره و میگه شاید یه روزی بشه، ایشالا میرسه. قانون جذبم اینجا میگه باشه، ما هم حالا ایشالا یه روزی که معلومم نیست کی باشه رو بهت میدیم. اما امروز میخوام
تکنیک پاکسازی خط زمان خواسته هامونو بهتون یاد بدم. این تکنیک برای اولین بار مستقیما روی آینده ذهنی کار میکنه، نه روی فکر یا احساس صرف. این تکنیک آینده غلط ساخته شده توسط ناخودآگاهت رو لغو میکنه، تأخیر ذهنی رو حذف میکنه و مقاومت شدید پنهان رو خنثی میکنه. و مهمترین چیزی که ما توی این تکنیک احتیاج داریم اینه که واقعا خنثی بشیم از اون حالت آخرش نمیشه، میدونم که خیلی سخته، فلان مانع و بسال مانع وجود داره، بیایم بیرون. نه برسیم به این که اوکی همه الان انجام میشه. مهمترین و اولین قدم برای ما و شروع این تکنیک اینه که خنثی بشیم. اول خنثی میشیم. بهترین زمان برای انجام این تکنیک شبها قبل از اینکه به خواب برید یا صبح بعد از اینکه از خواب بیدار میشیه. توی این زمانا تو توی حالت آلفا و بیوزنی ذهنی به سر میبری. کلا 6 یا 7 دقیقه هم بیشتر وقت تو نمیگیره. همین الان یک کاغذ خودکار بیار، مراحل رو با دقت بنویس که موقع انجام دادنشون فراموش نکنی و اشتباه نکنی. مرحله اول ورود به حالت بیزمانیه. توی این مرحله چشماتون رو ببندین بدون اینکه حتی به خواستتون کوچکترین فکر و توجهی کنید و این جمله رو توی ذهنتون آروم تکرار کنید. هیچ آینده‌ای هنوز قطعی نیست. با این کار به ذهنتون یاد میدین چیزهایی که از تجربه‌های تلخ گذشته برداشته و داره همونا رو به عنوان پیشبینی آینده به خوردتون میده قطعی نیست. این کار نه امیدوارتون میکنه نه نگرانتون، فقط خنثاتون میکنه. و ما بیشتر مواقع برای فرار و رهایی از دلهره به همین خنثی شدن و نفس کشیدن ذهن نیاز داریم. این دقیقاً نقطه ورود به لایه فرمان قانون جذبه. بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم دیدن مسیر ناخودآگاه ذهنمونه. حالا بدون تلاش فقط احساس کنید که اگر قرار بود به خواستتون برسین، ذهن شما چه احساسی به مسیر رسیدن داره. نمیگم وقتی رسیدید چه حسی دارید، نمیگم وقتی خواستتون رو به دست آوردید چه حسی داره، میگم حستون به مسیر چیه. ببینید چه حسی بالا میاد. سنگینی، طولانی بودن، ابهام، موانع، فشار. این همون خط زمان ذخیره شده در ناخودآگاه شماست که داره بهتون خیانت میکنه و دورتون میکنه. حالا مرحله سوم چی کار باید بکنیم؟ ما حالت بیزمانی رو دیدیم، یاد گرفتیم، مسیر ناخودآگاه خط خواسته ذهنمونم دیدیم. حالا وقتشه که خط زمانمون رو پاکسازی کنیم. مرحله سوم وقت لغو کردن اون مسیر غلطه. اینجا این جمله کلیدی رو بگو: این آینده انتخاب من نیست. و همینجا تصور کنید اون مسیر طولانیه، سخته، که پر از موانع بود، مثل یک مه غلیظ نم نم از بین میره، محو میشه و کنار میره. ما جادو نمی کنیم، ما فقط آینده غلط و موانع فرضی رو لغو میکنیم. مرحله چهارم تعریف خط زمان جدیده بدون خواسته. حالا باید خط زمان جدید خودمون رو بسازیم. یادت باشه توی این مرحله اصلاً حق نداری به خواسته هات فکر کنی. ما باید اینجا یه حس ایجاد کنیم. حس این که خواسته من
نزدیکه، قابل دسترسه، سبکه، ساده است، بدون مانع است. به ذهنتون بقبولینید که این اتفاق کاملا طبیعیه. مثل آب خوردن. آب خوردن یک واکنش کاملا طبیعی در برابر تشنگیه. شما یه تابستونی رو تصور کن که هوا خیلی گرمه، 40-45 درجه هوا و تو خیلی تشنته. توی ذهنت میبینی هوا گرمه، مسیر تا سوپرمارکت تقریبا 20 دقیقه پیاده رویه، اما میدونی که بعد از این پیاده رویه میرسی تو سوپرمارکت، آبو میخری، میخوری و تشنگیت برطرف میشه. خیلی طبیعی. ببین مسئله اصلا خریدن آبه نیستا. مسئله اینه که این رسیدن این مسیره واقعا طبیعیه. در واقع مسیر ممکنه گرم باشه ولی رسیدن به آب انقدر طبیعیه که تو اصلا اون گرمایه برات مهم نیست. به ذهنتون بگید و یاد بدین که رسیدن برای من طبیعیه. رسیدیم به مرحله پنجم. مرحله پنجم قفل ارتعاشی، نوروساینسه. دستتون رو بذارین روی قلبتون، چند تا نفس عمیق و آروم بکشید. این کار مستقیما روی سیستم عصبی و سیناپس های مغز تاثیر میذاره. حالا این جمله رو تکرار کنید. این مسیر جدید فعال شده، یا این مسیر جدید منه و تمام. حالا ما چطور متوجه بشیم که این تکنیک داره کار میکنه؟ اول اینکه حتما به هم قول بدین تمام مراحل این تکنیک رو مو به مو و دقیق انجامش بدین و بعد از اینکه انجام دادی نشونه هاشو دنبال کن و مشاهدهشون کن. شاید 1-2 روز اول بگی خب هیچ حسی نداشتم، ولی بهت قول میدم از روز 5 تا 7 یه احساس خاص با حال سبکی خواهی داشت. دقیقا همون روزاست که نشونه ها میان. یواش یواش احساس نزدیک بودن به خواستت رو میکنی. داشتن خواستت رو بدون هیچ دلیل واضحی حس میکنی. یهو الکی خوشحالی. حالت خوبه. من خودم این تکنیک رو خیلی انجام میدم. خیلی استفاده میکنم. منم خواسته های زیادی دارم. بعضی وقتا پیش میاد که واقعا اون خواسته به نظرم دور میرسه، اما بلافاصله این تکنیک رو انجام میدم. یه چند روز بعدش قشنگ احساس میکنم که چقدر شادم، چقدر خوشحالم و چقدر احساس سرخوشی و خوشایندی دارم توی وجودم. یه حالت خوشحالی و یه آرامش عجیب و غریب. نشونه بعدی دیدن همزمانی های کوچیک توی زندگی روزمره است که قطعا مطمئنم همتون متوجهش میشید. فقط به نشونه ها توجه کن و ادامه بده. این تکنیک سریع ترین راهیه که من میشناسم و خودم هم همش ازش استفاده کردم، چون قفل اصلی ناخودآگاه و اینجوری باز میکنی. بازم ازتون خواهش میکنم این 5 مرحله رو خیلی دقیق انجام بدین. یه نفرتون اگر حوصله داشت این 5 مرحله رو بنویسه پشت سر هم توی کامنت ها که من پینش کنم و بقیه دوستانم ازش استفاده کنن. حتما این ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال زندگی پویا رو سابسکرایب کنید. هرچی فیدبک های این ویدیو بیشتر باشه منم براتون تکنیک های قوی تر و عملی تر رو میارم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.